سلام رادیو شیرازی های عزیز، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتی؟ رادیو شیرازی رو آوردیم کشور گرجستان، از شهر باتومی صدای من رو میشنوید. من دارم میرم به سمت هتلم، گفتم که تو این مسیر با هم باشیم. چند روز بود دسترسی به اینترنت نداشتم، امروز تونستم که سیم کارت بگیرم دیگه. الان خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. تو این پیاده رویم تنها نیستم. من یکی از آرزوهام دیدن، اینجا که ماشین نیست، دیدن دریای سیاه بود و بالاخره به این آرزوم رسیده. بر من جذاب بود رسیدن به این دریا، برعکس مثلا خلیج فارس خودمون که آبی و خوش رنگه. این دریا اونقدر خوش رنگ و جذاب نیست، ولی خب من دریای سیاه رنگ، تقریبا سیاه رنگ، حالا خیلی هم سیاه نیست، با این ابرای تیره و تار بالای دریا رو خیلی بیشتر دوست دارم تا اون رنگ آبی خلیج فارس. ولی خب اونم قشنگه دیگه، حالا سلیقه من یک کمی کجه. خب بریم با هم دیگه قدم بزنیم، دور و بر هتل رو هم با هم کشفش کنیم. هم اتاقی هم سفرام خیلی بدو دارن از این بر به اون بر میرن که چند تا عکس فقط بگیرن. من ترجیح دادم که امروز رو پیاده روی کنم، با آدمایی که معاشرت کنم، این اطراف رو ببینم. چیزا بیشتر بر من لذت بخشه. هر چند کشور گرجستان رو میبینید. اینجا خیلی از این چیزا استفاده میکنن. از کدوم ور بریم؟ از این ماشینای برقی و دوچرخه‌های برقی و اسکوتر زیاد استفاده میکنن. از کجا میشه رفت؟ از اینجا. من فکر کنم بعد این اینستاگرام هم آپدیت کنم، کامنت هاتون رو یکی یکی بعد اسکرول کنم بیاد پایین تا بتونم ببینم. چند بار نزدیک دریا. حالا میریم این مسیر تو طول ساحل هست. حالا با هم دیگه نزدیک دریا شدیم، نشونتون میدم. ناهار چه خوردی؟ گرجستان هستی. اینجا سنگ فرش، صدا ماشینا زیادتر از صدای منه. سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. ناهار یکی از غذاهای معروف گرجستان رو دوست داشتم تست کنم. خاچاپوری، یه نون هست که داخلش پنیر خاچاپوری میذارن و تخم مرغ و یه دون کرم دیدم گذاشته بود روش که آب بشه. خوشمزه بود. معمولا تو سفر غذاهای کشورهای دیگه یا حتی شهرهای دیگه شاید زیاد باب میل نباشه، چون دیگه غذا سلیقه‌ایه، ولی این خوب بود. من که شنیده بودم غذای گرجی باب میل ما ایرانی‌ها زیاد نیست، این یکی خوب بود. یه غذای دیگه هم دارن، من بهش میگم بخچه، اسمش یادم رفته. خاچاپوری بود. نه خاچاپوری که امروز خوردم، بخچه یادم نیست اسمش چیه. اون بخچه هم حالا بعد تستش کنم. تعریفش زیاد شنیدم. ساختمونه نمیدونم چی بود، زبونشون من بلد نیستم. یه چیزی نوشته ولی به گرجی نوشته. اینجا ساختمونای بلند دارن خیلی تند و سریع میسازن که نشون دهنده پیشرفت سریعشونه. من اولین بارم به گرجستان میام. یکی از دوستان اومده بود گرجستان، از بعض بعدشون خیلی سال پیش، بعض بعدشون و فقیر بودنشون برام میگفت. هنوزم میشه اون فقیر بودن و حس کردی گوشه از شهر، ولی پیشرفته میچربه به اون. بعضی که دوستم از اون سالها که رفته بود تجربه کرده بود میگفت.
گم نشی؟ نه گم نمیشه. برو چاچا بزن یه عرق خوشمزه است. خیلی تلخ بود، امروز تستش کردم، زیاد باش حال نکردم. اینجا هم یه پارک چرخ فلک داره، مجسمه علی و نینیو هم همونجا هست. حالا استوریش رو براتون میذارم. طرف گچی هستی، نمیدونم گچ کجاست. ساختمونه بلند میبینید که دارن تون تون میسازن. اونم یه ساختمون باحالیه که وسط چرخ فلک ساختن، ولی هنوز راه نیفتادم ساختمونه. همیشه ایسایی که دوباره کجا رفتی؟ توریستایی که اینجا دیدم روس ها زیادن، بعدش چینی ها، ایرانی ها هم هستن. البته الان فصلی نیست که ایرانی ها زیاد بیان، ولی خب هستن ایرانی ها اینجا. ساختمون بلند مگه نشانه پیشرفت توریستان؟ مثلا اجازه بیشتر از 6 طبقه نمیدم. ببینید بله نشانه پیشرفت 100% هست. وقتی که اکثر این ساختمان‌های بلند هتل هستن، شهری که فکر می‌کنم جمعیتش 400,000 تا 1,400,000 تا یادم رفت، وقتی توی تایمی که توریستا زیاد میاد جمعیتش به حدود 2 میلیون نفر میرسه و این همه هتل داره ساخته میشه پیشرفت. با چیزی که ندارن، چیزی که خدا بهشون داده، حالا طبیعت و هوش و ذکاوت استفاده از امکاناتشون، به این راحتی دارن توریست جذب میکنن. این میشه پیشرفت. اصلا این ساختمونا رو میبینید؟ من نمیدونم اوضاع اینترنت هم الان چجوریه، کامنت ها رو نمیتونم درست ببینم. خب مثلا هرچی از بهتر از اینترنت خودمونه. فکر میکنم با کشور ترکیه که مقایسهش میکنم یه مقداری از ترکیه ضعیفتره. این ساختمونا توی زمان شوروی ساخته شده. میبینید سمت چپی آبیه، سمت راستی سبزه. ساختمون آبی مردم دسته‌بندی میکردن دیگه توی دوره کمونیست. آبیا مال کارمندان و سربازای نیرو دریایی بوده. سبزا فکر میکنم مال کشاورزا بوده. کشاورزا اونجا زندگی میکردن. اگر پشتش رو ببینید ساختمون قرمز، سفید و قرمز هم مال پرستارا و کادر درمانشون بوده. خیلی بد بوده. فکر کن توی دوره زندگی کنی که حاکمیتت بهت بگه تو باید بری اینجا تو این محله، تو این ساختمون با افرادی که مثل خودتن زندگی کنی و این خیلی توهین بزرگیه. خب یه چیز جالبی که من اینجا دیدم یعنی ندیدم، این اداره پلیس این روبروه. من دستم بنده، نمیتونم اشاره کنم، زوم هم نمیتونم بکنم، دستم بنده. اون روبرو اگه ببینید ساختمون پلیس هست، اداره پلیسشونه. اینجا من پلیس اصلا ندیدم. البته قبلش خونده بودم راجبش. پلیس اینجا نیست، فقط پلیس های راهنما رانندگی، پلیس ترافیک هست. اینم تا رد نشدیم نشونتون بدم. این برج الفابت 32 تا فکر میکنم حروف زبان گرجی که دور این ساختمون که به شکل DNA هست نوشته شده و اون بالاش هم رستوران گردونه. اینجا پلیس نیست، فقط پلیس برای ترافیک، پلیس راهنمای رانندگی هست. ولی تا دلتون بخواد اینجا پر از دوربینه برای آدما و با همین دوربینا مردم کنترل میکنن که حالا جرم جنایتی پیش نیاد. یه چیز جالب راجع به این ساختمون است. اون آبیه ماره کارمندای نیرو دریایی بوده، اون سبزه اگه اشتباه نکنم ماره کشاورزا، حالا کشاورزا یا شاید مثلا باغدارا و اینجور چیزا بوده. چی داشتم میگفتم؟
یه چیز جالبی راجبشون خوندم. من فکر میکنم از این ور برم بهتر. اینجا اگر که 2 نفر با هم دعوا کنن کاری ندارن حق با کیه، هر 2 نفرشونو زندانی میکنن. حالا نمیدونم چه تایمی، چه مدتی به چه مدتی، ولی دعوا کردن اینجا ممنوعه. فحش دادن آزاده. نمیشن چقدر خلوته. آره خلوت بوده. نمیدونم شاید این مسیری که من دارم میرم خلوته. اینجا چیه؟ وریا؟ نه اشتباه دارم میخونم. نمیدونم. اینجا هم هتل هست هم کازینو. یکی از منبعی درآمد کشور گرجستان کازینو هست، قمار. پر از کازینو هست اینجا. یکی دیگه از منبع درآمدشون توریست هست و اصلی ترین منبع درآمدشون شراب هست. دلتون نکشه امروز رفتیم بازدید از کارخونه شراب سازی. ما چند نفر هستیم از شیراز اومدیم، همه میگفتن شیرازی شما نیاین. دیگه تصمیم گرفتیم بیایم اینجا بهشون آموزش بدیم. اینجا کجاست؟ من وسط خیابون میره. خب من دیگه راست شکمم بگیرم میرسم به هتل. یکم شیراز بمون تا ما بیایم. دیگه هوایی شدم دیگه. بچه‌ها جلوی این هتل نمیتونم زوم کنم، ببخشید دستم بنده. پرچم اتحادیه اروپا رو میتونید ببینید. این کشور جزء اتحادیه اروپا نیست. این ساختمون است که چرخ فلک داره، وسطش چرخ فلک ساخته، ولی هنوز راه نیفتاده. بعدها که راه افتاد یه بار دیگه میام. البته این شهر دیگه بعید میدونم بیام. خوب بود، خوش گذشت ببینیم، ولی خب دیگه ارزش یه بار اومدن داره. پرچم اتحادیه اروپا اینجا زیاد دیده میشه کنار پرچم گرجستان، با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی دارن تلاش میکنن که بتونن عضوی از اتحادیه اروپا بشن. این جالبه تلاششون که داری حس میکنی یه جوری دارن خودشون رو اروپایی میکنن. یه میدون داره، میدون اروپا اینجا پشت هتلمون هست. حالا اگر که رفتم حتما براتون فیلم میگیرم. این میدون اروپا یه ساختمون قدیمی داشته، 2 تا داشت. حالا ساختمان‌های جدید دارن ساخته میشن، ولی همشون دارن با یه نماهای اروپایی ساخته میشن. این ساختمان‌های جدید که خودشونو بچسبونن به اروپا، از این حال هوای کمونیستی شوروی دیگه در بیان و یه جورایی بشن اروپایی. قیمت تورش نمیدونم چنده. من با تخفیف دوستم اومدم، فکر میکنم اولوش 14 تومن باشه. البته فقط این شهر نیستیم، برمیگردیم ترکیه. شهر ترابزون هم جز برنامه‌مون هست. اینجا هم دوچرخه‌های اشتراکیشون هست، میتونید اسکن کنید و سوار شید. اسکوتر هم داره. این آبنمای تو شب خیلی قشنگه. دیشب اینجا بودم، خیسم شدم، اینقدر هوا گرم بود که رفتم دیگه زیر آب. خب بریم اون سمت خیابون. اینجا نمیدونم چیه، یه جورایی مثل کنسولگریه، سفارت، همچین چیزی مال ترکیه است. سکوت خیلی خوبی داره. بوق زیاد میزنن. زیاد نه بوق اینکه دعوا و این چیزا، نمیدونم مثل ما که بوق عروسی داریم، اینا یه 2-3 تاشون نزدیک هم میشن بوق میزنن، ولی بوقاشون جالب نیست. ما دیدین با بوقمون میتونیم حرف بزنیم، بوق ماشینمون فوش بدیم، بوق عروسی بزنیم، بوق شادی بزنیم. ولی اینا زیاد بلد نیستن بوق بزنن. خب اینجا خوشحالی فروشیه. اینجا از این شربت سینا میفروشن، داخل رو نمیرم فیلم بگیرم.
دیشب اومدیم قیمتاش خوب بود. شربت سینه هست برای اونایی که سینه‌شون درد میکنه مثل من که همیشه مریضم. خب کامنتاتون رو بخونم. الان ساعت چنده؟ ساعت نیم ساعت با کشور خودمون فاصله داره. ساعت 6:48 7:20 کمه. چند روز کافی برگشتن شهرش. حالا برای دیدن یه شهر به نظر من حداقل 1 هفته. خب برای اینکه بیه حالا هوا عوض بشه شاید 3-4 روز کافی باشه. خب نمیشه بگی برای دیدن اون شهر چند روز کافی، چون خیلی جا ممکنه باشه حالا توی هر توری اونجا نبرن و خودتون بیاین بهتره. من اولین تجربه سفر خارجیم با تور بود و دیگه پشیمون شدم. قبلی ها بدون تور رفته بودم و دیگه تصمیم گرفتم بازم بدون تور برم. خب من رفیقام میدونم رفتن استخر هتلی، نه از هتل ما تفلیس، نه تفلیس پایتخت گرجستان هست. این شانس رو نداشتم این دفعه بیام تفلیس، اینجا شهر باتومیه. رفیقام قرار بود برن استخر، نمیدونم رفتن یا نه. آره اونجا نشستن. بذارینم اونجا دلبر داد نزنی وسط کشور اینا. ببینیم خودشه؟ نه خودش نیست. خب اینم از پیاده روی من در شهر باتومی. گفتم که با شما باشم و احساس غربت نکنم اینجا. خب مراقب خودتون باشید. بتونم بازم حتما براتون لایو میگیرم. سیم کارت که اینجا گرفتم قیمتش مناسب بود. اینترنتش وسایل اینترنتش گرونه و خب سعی میکنم چون که من کردیت کارت ندارم و حتما از یه دستگاهی مثل ATM هست بسته میگیری زیاد ندیدم، بعد حتما از اون دستگاه بگیرم. به خاطر همین فعلا دارم توی مصرف اینترنت صرفه جویی میکنم تا بازم بتونم بسته اینترنت بگیرم و براتون لایو بذارم. مراقب خودتون باشید. شب روزتون خوش. هر جا هستید فعلا خدا نگهدارتون.